سلام، فقط میخواستم یه چی بگم. اینو اگر یک خارجی میزد انقدر خود خارجی ها ازش حمایت میکردند که جوانشه. مثل منی که برای اولین بار تو یوتیوب فیلم گذاشتم، حتی با این تفنگ‌های به در نخور 4 کیل گرفتم. بعدش هم گوشیم خاموش شد که دیگه نتونستم کیل بگیرم. حالا اگر یک خارجی اینا رو میزد بالای بگم 1000 تا لایک میگرفت. حالا من ایرانی که این کیلا رو گرفتم، ببینم 100 تا لایک هم میخورم. والا اگه اون 100 تا لایک هم بخورم، فقط خواستم بگم شما ایرانی ها رو حمایت نمیکنید. فقط نگاه جونم بکنید چطوری کشتمش. اول افتادم دنبالش، گفتم یه آرمار داره، که دیگه دیدم گوشیم شد 1% و کشتمش و تمام، گوشیم خاموش. من یعنی 20 کیلم براتون به راحتی میگرفتم. فقط خواستم ویدیو بگیرم و بهتون بگم که ما ایرانی حمایت نمیشه. اون لحظه بود که زومم اومد و گوشیم خاموش. ما ایرانی حمایت نمیشه. حمایت کنید. و هر کم میخواد با هم دوئل بزنه به هم بگه و اسم اکانت خودشو به هم بگه تا درخواستش بدم. و اینجا بود که زوم گرفتم و گوشیم خاموش شد.